شماره فلسطینی های کشته شده در حمله های اسرائیل در منطقه غزه از 27,000 نفر بیشتر شد. روز پنجشنبه وزارت بهداشت زیر نظر سازمان حماس اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 118 فلسطینی به قتل رسیده. شماره عمومی کشته شدگان از حمله های اسرائیل در غزه به 27,019 نفر برابر شد. به قول همین منبع در حمله های اسرائیلی که بعد از 7 اکتبر یعنی پس از یورش سلاح به دستان حماس به اسرائیل شروع شده بودند، 66,139 ساکن منطقه غزه جراحت برداشته است. فلسطینی ها اصرار می‌ورزند که به احتمال زیاد هزارها قربانی دیگر حمله های اسرائیلی در زیر ویرانه های بناها می باشند و نیروی اسرائیلی راه نمی‌دهد که یاری تجلیل طبی و خدمات نجات به بناهای ولنگار نزدیک شوند. روز 1 فوریه ارتش اسرائیل نوارهای عملیات نظامی در شهرک خان یونیس واقع در جنوب غزه را نمایش داده، تاکید کرد که کمش 70 نقب و کمینگاه زیرزمینی سلاح به دستان حماس را محو کرده است. فرمانده اسرائیل میگوید کمش 2 پایگاه موشک‌اندازی به خاک اسرائیل را تشخیص کردند. وظیفه ما تا حال به انجام نرسیده است. وقتی ما را دعوت کردند ما با مشتی سرسپرده و کشنده به جای ضروری حاضر شدیم. برایم فرماندهی این بتالیون افتخار است. حرکت را به پیش ادامه می‌دهیم. وزیر مدافع اسرائیل یوآف گالانت میگوید عملیات در شهر جنوبی خان یونس غزه با موفقیت اجرا شد و اکنون ارتش به احاطه شهر رفاه واقع در مرزهای جنوبی غزه حرکت خواهد کرد. رسانه های فلسطینی گزارش می‌دهند که دیروز ارتش اسرائیل 114 نفر و از جمله 4 زن را که در جریان عملیات زمینی در غزه به حبس گرفته بودند رها کردند.